السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. از خداوند منان در این لحظات پرفیض نماز جمعه مسئلت میکنیم که همه ما رو مشمول رحمات و فیوزات و برکات این روز و این مکان و این محفل ایمانی بگرداند. چند دقیقه‌ای که در خدمت شما سروران عزیز لب به سخن میگشایم پیرامون اخلاق نیکو و همزیستی مسالمت آمیز از دیدگاه اسلام و جایگاه خشونت و تندخویی در این دین بزرگ کلمات شکسته‌ای خدمت سروران عرض خواهیم کرد به امید آن که پروردگار عالم روحیه اخلاق اسلامی را در جامعه و در زندگی ما پیاده بفرماید. حقیقتا از اون جایی که امروزه با توجه به این که مسئله خشونت و متضاد این مسئله که تساهل و مدارا و تسامح و رأفت و عطوفت می باشد از مسائل مهمی هستند که اخیراً صاحب نظران و نظریه پردازان بحث‌های داغ و عمیقی داشتند و کسانی که همیشه مترصدند و در فرصتند که روزنه‌ای رو پیدا کنند و بر اسلام و بر تعالیم ارزشمند اسلام بتازند، پیشرفت اسلام رو در گروه اعمال نیروی قهری و رفتار خشونت آمیز مسلمانان می‌دانند. لذا این قضیه و این مسئله من رو بران داشت تا دقایقی مختصر در پرتو اصول اساسی قرآن کریم و سیره عملی پیامبر بزرگ اسلام این مسئله رو دقیقاً مورد بررسی قرار داده و نظر واقعی اسلام را پیرامون این مسئله و در این خصوص بیان کنم. برادران عزیز، بدون تردید تمام صاحبان اندیشه و قلم و معلمان و مربیان و فرهیختگان جامعه برای تربیت و اصلاح یک جامعه از دو راهکار مهم معمولا استفاده می کنند. طریق اول و یا راهکار اول استفاده از نیروی جبر، اکراه، زور، شمشیر و سرنیزه، و طریق دوم ملایمت، نرمی، عطوفت، رحمت و مسالمت از طریق مسالمت آمیز. قطعا تمام عقلای عالم و تمام دانشمندان اتفاق نظر دارند که طریق اول یعنی استفاده از راه اجبار و اکراه هرگز مسائل مثبتی رو به دنبال نخواهد داشت، بلکه زیان و ضرر و عواقب خطرناک اون بیشتر است. اما راهکار دوم راهی است بسیار عاقلانه و راهی است بسیار عرض شود خدمت شما جامعه پذیر. بر همین اساس پیامبران الهی که بزرگترین مربیان و مصلحان جوامع بشری بودند و کار تربیت جامعه کار اونها بوده و اینها در این عرصه یعنی در عرصه هدایت و تبلیغ و اصلاح پیش قراولان این راه بودن، همیشه و همواره راهکار دوم را یعنی راه عطوفت و نرمی و ملایمت رو اتخاذ کردند و در تمامی عرصه ها حتی در بحرانی ترین وضعیات از رأفت و رحمت و عطوفت فراموش نکردند. ما این مسئله رو در پرتو آیات و قرآن عظیم الشأن خدمت سروران عزیز عرض خواهیم کرد. صلوات غرای عنایت بفرمایید. ما در قرآن عظیم الشأن هنگامی که داستان هابیل و قابیل دو تا فرزندان ارشد حضرت آدم علیه السلام رو مورد مطالعه و بررسی قرار میدیم و هنگامی که موضع خصمانه قابیل رو در مقابل برادرش هابیل مطالعه میکنیم، متوجه میشیم که حضرت هابیل علیه السلام وقتی که موضع خصمانه برادرش رو میبینه و شمشیر رو در کفش میبیند و اون رو تهدید به مرگ میکند،
قطعا اینجا هر کس به جای حابیل می بود از خودش خویشتنداری نشان نمیداد و موضع خصمانه‌ای مجدد در مقابل او خواهد گرفت. اما برخلاف همه این مسائل و علی رغم سیاست و یا قوتی که حابیل علیه السلام داشت، فرمود لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله. ای برادر، اگر تو دست خودت را در خون من آغشته بکنی و خدای نکرده خون من را با دستان برادروارانت بریزی، قطعا من این کار را نخواهم کرد و بر علیه تو قیام نخواهم کرد. چرا؟ زیرا که انی اخاف الله، زیرا که من از خدا میترسم و ترس از خدا و خوف خشیت از الله مانع این میشود که من در مقابل تو شمشیر بر کف بگیرم و بر سر و صورت تو بتازم و تو را از پای در بیاورم. لذا پروردگار عالم این موضع حضرت حابیل رو مورد تمجید و ستایش قرار میدهد و برای جهانیان این ضرب المثل را در کلام روح بخش خودش برای همیشه ثبت میفرماید. پیامبران الهی حضرت موسی و حضرت هارون، من فقط دو سه تا مثال میزنم تا اینکه کنه قضیه خوب آشکار بشه که آیا خشونت در اسلام، نه در اسلام بلکه در تمامی ادیان آسمانی، هرگز جایگاهی نداشته است. هنگامی که پروردگار عالم اونها رو برای مبارزه و استکبار ستیزی با بزرگترین سردمدار کفر و بزرگترین مستبد دوران، کسی که بر اریکه ظلم و استبداد تکیه زده بود و ندای انا ربکم الاعلی سر میداد و غیر از خودش کسی را به عنوان اله هرگز به رسمیت نمی شناخت، یعنی فرعون اللعین، پروردگار عالم هنگامی که این دو ابرمرد تاریخ و دو پیش قراول راه دین و هدایت را برای دعوت و اصلاح و مبارزه با فرعون میفرستد، تأکید قطعی پروردگار عالم اینه که فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. ای دو تا پیامبر من، یعنی موسی و هارون، هنگامی که برای مبارزه با فرعون میرید، فقولا له قولا لینا، متوجه باشید گفتار نرم و سخن بسیار خوب و صالح از دهانتان بیرون کنید، مبادا در مقابلش از خودتان خشونت و یا تندخویی به نمایش بگذارید. این دستور اسلامه در قرآن عظیم. فقولا له قولا لینا. حضرت یوسف علیه السلام وقتی که جنایات بی حد برادران خودش رو با چشمان خودش مشاهده می کند، بعد از این که پروردگار عالم ملک پادشاهی و فرمان روایی رو از آن یوسف می کند و برادرانش از فرط گرسنگی راهی مصر میشن و پیش یوسف میان و متوجه میشن، حتی همونجا هم اتهام دزدی را به یوسف میزنن. وقتی که متوجه میشن که یوسف علیه السلام این کسی است که الان داره بر اونها انفاق میکنه و داره از جیب خودش برای اونها مایه میگذاره و اونها لب به معذرت خواهی و پوزش و این مسائل میپردازد و بیان میکنن، حضرت یوسف علیه السلام پیامبر خداست چه میفرماد؟ لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم. هیچ اشکالی نداره، خداوند متعال را میخوام که شما را ببخشه و شما را مورد مغفرت قرار بده. اون همه جنایاتی که اونها کردن که یوسف تا آخرین لحظه ای که پیراهنش رو با پیراهن آویزان کرده بودن میگفت برادرانم، اشکش سرازیر بود، فرزندان پدرم، چگونه با فرزند پدرتون این گونه شما عمل میکنید؟ ولیکن اونها با دست کوبیدن تو دهانش و اون را در عمق چاه و در ژرف‌ترین نقطه زمین اون را سقوط دادن. ولی پروردگار عالم این پیامبر الهی رو چه موضعی میگیره در مقابل برادرش؟ لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم. خداوند شما را ببخشه، خداوند شما را میبخشد، هیچ اشکالی نداره. صلوات قرائنات بفرمایید. و به خود پیامبر خدا هم الله ذوالجلال در نخستین آیات میفرماید خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. ای رسول خدا، همیشه نیکی را، احسان را، برخورد حسنه را، همزیستی مسالمت آمیز را فرا راه خودت قرار بده و از این کانال میتوانی دشمنان خودت را منقاد بکنی. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. مؤمنان را هم پروردگار عالم تمجید میکنه، مؤمنانی که خشم خودشان را میخورن و در مقابل افراد ناآگاه از راه مسالمت آمیز و از طریق اصلاح برخورد میکنن. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بندگان مخصوص رحمان، بندگان ویژه رحمان،
اونهایی که پروردگار عالم اونها رو در دنیا و در آخرت مورد نوازش خودش قرار میده کسانی هستند که این ویژگی ها و این صفات در وجود اونها متبلور هست، که یکی از بزرگترین صفات بارز اونها اینه که وقتی که در مقابل جهال قرار میگیرن و با تندخویی و از خشونت اونها مواجه میشن، قالوا سلاما، از خودشون سلام، پیشانی باز، اصلاح، راه درست، از این طریق با اونها برخورد میکنن، نه که اونها یک دشنام بدن این 10 تا پشت سرش. نه، در آیات دیگر به رسول معظم اسلام ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، ای رسول خدا اگر تو خشن باشی، درشت سخن باشی، تندخو باشی، قطعا لانفضوا من حولک، همه از پیش تو فرار میکنن، حتی یک نفر یاور و یا بالاخره همکار هم نداری. به همین دلیل در پرتو همین آیات و همین دستورات وقتی که ما سیرت پیامبر خدا رو و روش پیامبر خدا چه قبل از هجرت و چه بعد از هجرت، بعد از تشکیل حکومت اسلامی که رسول معظم اسلام به عنوان فرمانده کل قوا و رئیس جمهور اون منطقه و اون مردم قرار میگیرد، رسول معظم اسلام وقتی سیرتش رو مورد مطالعه قرار میده، این میبینیم که پیامبر خدا در تمامی عرصه ها، در تمامی میادین، در تمامی زمینه ها و ابعاد، غیر از اماکنی که اونجا حدود خدا زیر پا میشد، رسول معظم اسلام موضعش موضع رحمته، موضعش موضع رأفت است، عطوفت هست، مهربانی است، رحم و شفقت است، اخلاق حسنه هست و نمونه بارز اخلاق فاضله که قرآن عظیم الشأن میفرماید و انک لعلی خلق عظیم، ای رسول خدا اخلاق تو اخلاق بزرگی است، اخلاق تو اخلاق قرآنه. وقتی از حضرت عایشه سوال میکنن تو زوجه پیامبری، تو همسر پیامبری، ما اخلاق بیرونی پیامبر خدا را دیدیم، مشاهده کردیم، لذا شما از اخلاق درونی پیامبر خدا برای ما خبر بدید که رسول معظم اسلام درون خانه چه اخلاقی دارن. حضرت عایشه در یک جمله کوتاه، حضرت عایشه زنی ولی از هزاران مرد علم و فراستش بیشتر، فرمود کان خلقه القرآن، اخلاق رسول الله قرآنه، یعنی رسول الله قرآن دو پاس به صورت اخلاق حسنه. بله، البته این اخلاق فقط در خارج از جبهه های جنگ، جبهه های جنگ کار خودش داره، مسلم جنگ. امروز هم تمامی غربی ها این رو میپذیرن که امروز متاسفانه اونها بزرگترین سردمداران خشونتن. ما وقتی که از کدم تاریخ رو و سیره پیامبر خدا رو مورد مطالعه قرار میدیم، با مسلمانان که به جای خودش اخلاق پیامبر، که حتی با منافقان، با یهود و نصارا، دشمنان قسم خورده اسلام، کفار و مشرکین که همیشه رسول معظم اسلام را تحت فشار و انواع آزار و شکنجه قرار میدادن، اخلاق پیامبری رو ای امت رسول الله بیایید بنگریم و درس عبرت بگیریم. ما امت اون پیامبریم. با طراحان قتل پیامبر، کسانی که قتل رسول معظم اسلام را و نابودی پیامبر خدا را طرح ریزی میکنن و نقشه کشی میکنن، برخورد پیامبر رو بنگریم. زمانی که رسول معظم اسلام از مکه به سوی مدینه هجرت کردند، قریش برای کسی که پیامبر رو زنده و یا کشته به محضر قریش بیاورند، جایزه های هنگفت، یعنی 100 شتر، قیمت معادل چند میلیون اون زمان، جایزه گذاشتن که هر کس که سر مبارک رسول الله را زنده یا مرده به محضر اونها بیارن. سراقه ابن مالک متوجه پیامبر خدا و ابوبکر میشه، از غار سور روانه مدینه، دنبالشون و به تعقیبشون میفته. چند دقیقه‌ای که حرکت میکند به نزدیک پیامبر خدا، حضرت ابوبکر این طرف اون طرف رو نگاه میکنه که مبادا به پیامبر خدا کوچکترین گزندی برسه. متوجه سراقه میشد، میگه یا رسول الله ادرکنا، یا رسول معظم اسلام ادرکنا، ما رو گرفتن، ما رو دریافتن. پیامبر خدا میگه ای ابوبکر ناراحت نباش. متوجه میشن که دود و غباری افق آسمان رو پوشاند، نگاه کردن که سراقه با اسبش تو خاک 2 مرتبه بلند شد دنبال پیامبر خدا، درس عبرت نگرفت تا 3 مرحله دنبال پیامبر خدا و هر مرحله با اسبش داخل خاک میرفت. لذا حضرت رسول معظم اسلام متوجه سراقه شد. سراقه گفت الامان یا رسول الله، الامان، یا رسول خدا امان میخوام، اجازه بده. پیامبر خدا قطعا میدانست که این شمشیر به کف گرفته برای قتل رسول الله، ولی رسول معظم اسلام او را به محضر خودش فرا میخواند و پیامبر خدا امان نامه‌ای برای او مینویسد و میفرماید اگر روزی ما مکه را فتح کردیم تو از همین الان در امانی. سبحان الله، کسی که برای قتلش آمده پیامبر امان نامه میدهد. کجاست اخلاق رسول الله امروز؟ اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیبی که هست
از مسلمانی ماست. ما مسلمان خط و مشی رسول الله رو رها کردیم. واقعه دوم، بعد از واقعه سرنوشت ساز بدر که بیش از 70 نفر از سران و سردمداران قریش برای همیشه به درک واصل شدن و بر بینی خودشان افتادن در قلیب بدر واژگون، اونها حس انتقام جویی اونها شعله‌ور شد. لذا صفوان ابن امیه، شخصی به نام امیر ابن وهب را جایزه های بسیار بزرگ و پوله‌های هنگفتی داد که شما این شمشیر را بگیر زهراگین کن و به مدینه برو و سر رسول الله را بیاور، سر محمد را بیاور، تا زمانی که من محمد را کشته نبینم هرگز بر جای نخواهم نشست و از هیچ گونه کوششی دریغ نخواهم کرد. امیر ابن وهب حرکت میکنه، میاد در مدینه منوره. قربان اخلاق رسول الله، پیامبر خدا چشمش به امیر میافتد که شمشیرش در زیر پیراهنش پنهان هست. رسول معظم اسلام میبینه که امیر میخندد، میگه امیر شمشیر خودتو در بیار. میگه یا رسول الله شمشیر وجود ندارد. میگه عمر نگاه بکن از داخل پیراهن شمشیر رو در بیار. شمشیر رو در آورد. حضرت عمر گفت یا رسول الله دعنی حتی اضرب عنق هذا المنافق، یا رسول الله اجازه بده که گردن این منافق رو از تنش جدا بکنم و برای ابد این را به خاک سیاه بنشانم. رسول معظم اسلام میگه یا عمر امکس، عمر ساکت باش، ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. عمر در وهله اول منکر همه مسائل می شود. رسول معظم اسلام میگه بله با صفوان ابن امیه نشسته بودی و اونجا طراحی قتل بزرگترین رهبر بشریت را ریختی و الان دروغ میگی. اگر راست میگی بیا نگاه بکنی شمشیر تو را ببینی سرش زهراگین و مسموم است یا نه. حضرت عمر وقتی این کلمات را و اطلاع پیامبر را از مسئله بسیار خصوصی که بین او و صفوان بود متوجه شد، گفت لا اله الا الله محمد رسول الله. الله اکبر. آیا شمشیر مسلمانان بود؟ آیا خشونت مسلمانان بود؟ آیا اعمال نیروی قهری و قوه قهریه مسلمانان بود که اسلام را توسعه و رشد و نمو داد؟ لعنت بر کسانی که چنین حرفی میزنن. خیر، بلکه اخلاق حسنه رسول الله، اخلاق حسنه سربازان رسول الله و پروانگان شمع رسالت مآب. صفوان ابن امیه خودش که طراح قتل، وقتی عمر مسلمان میشد آتش میگیرد و در فتح مکه زمانی که رسول معظم اسلام مکه رو فتح کرد، صفوان ابن امیه بلا فاصله خودش رو از مکه بیرون راند و آمد به ساحل دریا تا خودش رو در دریا غرق بکنه و خودکشی بکنه. امیر آمد، امیری که سرباز اون بود، گفت یا رسول الله صفوان میخواد خودکشی بکنه، لذا دستور شما چیست؟ گفت بگید صفوان رو هم بیاد که در امن و امانه. امیر میگه یا رسول الله اون باور نمی کند، نشانه تأمین میخواد. پیامبر خدا، کسی که طراحی قتلشو کرده و کسی که شمشیر رو زهراگینی کرده و در دست عمر داده، عمامه مبارک خودشان را در میآورن و به نشانه تأمین دست عمر میدهن تا اینکه صفوان ابن امیه طراح قتلش بیاد و در مدینه و در مکه امان بگیره. کجاست اخلاق رسول الله امروز؟ صلوات قرای ندو فرمایید. بله، در فتح مکه جا دارد اقربه های تاریخ لحظه توقف کنن و این ابرمردان و رادمردان رو که در تمامی میادین واقعا حماسه آفریدن، اینها رو مورد مطالعه و بررسی قرار بدن. آری، فتح مکه بهترین فرصت انتقام جویی از دشمنان خوناشام مکه، اونهایی که 20 سال مسلمانان را تحت بدترین و شدیدترین شکنجه ها قرار داد، بعد از 20 سال تحمل رنج و مهنت امروز مسلمانان مکه رو فتح کردن. در واقع فاتحین میبایست هرچه سریعتر در مکه دادگاه صحرایی رو تشکیل میدادن و اعدامه های انقلابی راه میانداختن و قطعا هر ملت و قانونی بر این گونه اقدامه ها مهر تأیید خودشون میزد که این حق مسلمانان است. انقلاب کردن، کشور رو فتح کردن، هر جا و هر انقلابی اعدامه هایی در پی داشته. لذا ولی پیامبر خدا به خاطر اینکه به آیندگان درس اخلاق و خشونت زدایی بیاموزد، پیامبر خدا عفو عمومی اعلان کرد و فرمود لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. پیامبر خدا با این اعلام که هیچ اشکالی ندارد، هر کس هر کاری کرده بخشیده هست، عفو عمومی است، برید همه شما آزادید، همه را مشمول عفو و رحمت خودشان قرار داد. بله، بسیار از افراد جنایات بزرگی کرده بودند،
که یکی از اونها حبار ابن اسود هست. حبار ابن اسود میشناسید، یکی از اون 4 نفری بود که به خاطر جنایات شدید و پی در پی اونها پیامبر خدا حکم اعدام غایبانه داد. که یکی از جنایاتش، که یکی کوچکترین جنایاتش این بود که زینب دختر رسول معظم اسلام وقتی از مکه راهی مدینه شد، همین حبار ابن اسود آمد دختر رسول الله را، حضرت زینب را از بالای شتر اون را به زمین انداخت تا بر اثر سقط اون حضرت زینب سقط جنین کرد، حامله بود، بچه خودش را انداخت. رسول معظم اسلام فتح مکه حبار ابن اسود بلا فاصله بیرون رفت تا اینکه بالاخره به ایران پناهنده بشه یا به کشوری دیگر. میگه در توی راه آمدم، مقدار زیادی از مکه فاصله گرفتم، ولی ناگاه به فکر رأفت و محبت و عطوفت و آغوش باز رسول الله افتادم و گفتم واقعا این پیامبر خداست و هرگز انتقام جویی، حس انتقام جویی در او وجود ندارد. لذا آمد دو زانو در محضر رسول خدا نشست که یا رسول الله، من میخواستم فرار بکنم ولی رأفت و محبت شما مانع من شد. الان هر دستوری که میدید من در خدمتم. پیامبر خدا فرمود برو تو هم عفو و بخششی و مورد عفو و بخشش خدا و رسولش قرار گرفتی. گفت لا اله الا الله محمد رسول الله. آیا این اخلاق نبود؟ چیزی دیگه بود. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، درنده خویی اگر طبیعتت بمیرد، اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که تو را اثر نمانده است نشان آدمیت. خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت، که حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. آدمی را آدمیت لازم است، عود را گر بو نباشد هیزم است. اگر عود، این مشک من و شما، اگر بو نداشته باشه فرقش با هیزم و با چوب چیست؟ آدمی هم اگر آدمیت نداشته باشه، اخلاق حسنه نداشته باشه و نام آدم بر او باشه، اون فایده ای ندارد. آدمی را آدمیت لازم است. بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من عصا. اگر کسی به انسان بدی بکنه زود میتونه انسان جواب بدیشو بدی بده، ولی اگر مردی و مرد میدانی و مسلمانی احسن الی من عصا، کسی که بدی میکنه به اون خوبی بکنه. این رفتار رسول الله است، این رفتار پیامبر شماست. و حضرت حافظ شیرازی میفرماد آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. چه زیبا میفرماید. پیامبر خدا این کارها رو کردن. عبدالله ابن ابی منافق تاریخش و سرگذشتش برای همه واضح و مبرهنه و نیازی به توضیح ندارد. کسی بود، نخستین کسی بود که بحران افک را برای بزرگترین همسر رسول الله حضرت عایشه به وجود آورد. این کینه توزیه های او در صفحات تاریخ هرگز گم نشده و از ذهن تاریخ هرگز به فراموشی سپرده نشده است. ولی همین عبدالله ابن ابی که در تمامی عرصه ها غزوات که نیازی به گفتن نیست، هر جا روزنه‌ای میدید بر علیه رسول معظم اسلام و مسلمانان سمپاشی میکرد. هنگام وفاتش پیامبر خدا ضمن این که در طول عمرش اینو مجازات نکرد که هیچ، بلکه هنگام وفاتش فرزند عبدالله آمد گفت یا رسول الله پدرم فوت کرده و کفن تو میخواد. سفارش کرده که پیراهن رسول الله را به عنوان کفنی بر تنم بکنید که از عذاب قبر نجات پیدا بکنم. پیامبر خدا جنایات این جنایت مرد رو هرگز فراموش نکرده بود، ولی با این وجود به خاطری که درس اخلاق را به من و شما بیاموزد، رسول معظم اسلام تنها پیراهن خودشان را از تنشان بیرون کردن و بر تن عبدالله ابن ابی منافق کردند و خود رسول معظم اسلام شخصا در تشییع جنازه ایشان شرکت کرد و جنازه ایشان را با عرض شود خدمت شما شکوه و عظمت بسیار فوق العاده پیامبر خدا برگزار کرد و ایشون رو خودشون با دستان خودشون دفن کردن. تاریخ اینها رو داره، ما مسلمانان خبر داریم. صلوات و قرائنت بفرمایید. بله، رسول معظم اسلام معلم اخلاق انسانیت بود. قرآن کریم اخلاق رسول معظم اسلام را در اون آیه ستوده.
و او را به عنوان الگو و نمونه بارز اخلاق فاضله رسول معظم اسلام را بیان کردند. نه تنها پیامبر خدا، شاگردان پیامبر خدا. اگر ما نگرشی هرچند سطحی بر تاریخ جاهلیت عرب بیفکنیم، این مطلب را به خوبی اثبات می کند که اسلام عزیز تحول اخلاقی شگرفی در قوم عرب پدید آورد و آنان را در دین، فرهنگ، آداب و اخلاق اسلامی سرآمد جهانیان قرار داد. با همین عمر بن خطاب رضی الله عنه بعد از اسلام هنگامی که به خلافت میرسد، اولین نکتهش اینه که الا مردم متوجه باشید، هر کس که در درون عمر کجی رو احساس بکنه که از مسیر اسلام داره کج میره، چه برخوردی با من دارد. شب پیرمردی از اون گوشه بلند میشه میگه ای عمر، به خدا قسم اگر ببینم تو ذره‌ای از خط و مشی رسول الله تخطی بکنی، من پیرمرد با این شمشیر سرت رو از تن جدا و کجی عمر را راست میکنم. حضرت عمر در مقابل این بسیار برخورد خشن چی میگه؟ الحمدلله، شکر و سپاس اون خدایی که در ملت عمر کسی رو قرار داد که کجی عمر رو راست بکنه. تسبیح بدید. قطعا اگر همین حرف به عمر زمان قبل از اسلام گفته میشد چه برخوردی میداشت، چه موضعی میگرفت. اما این اسلام رو توجه بکنیم برادران عزیز، چه نمونه هایی درست کرد، چه نمونه های فاضلی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه در محضر رسول معظم اسلام نشسته بودند. فردی آمد حضرت ابوبکر رو دشنام میداد، تون دشنام میداد حضرت ابوبکر رو. حضرت ابوبکر ساکت بود و پیامبر خدا تبسم میفرمودند تا اینکه طاقت حضرت ابوبکر طاق شد و فقط یک جمله گفت هر چی گفتی خودتی. رسول معظم اسلام چهرش در هم کشیده شد، چهرش قرمز شد، از مجلس زد بیرون. حضرت ابوبکر به جلو راش که یا رسول الله چه شد؟ مگر شما نشنیدی چقدر بر من اهانت کرد، توهین کرد؟ من فقط یک جمله گفتم خودتی، حرف دیگر نزدم. رسول معظم اسلام گفت تو ندیدی من تبسم میکردم؟ تبسم به خاطر این بود که هر زمانی که او دشنام میداد فرشته ای از طرف تو دفاع میکرد، میگفت خودتی، ولی هنگام میگفتی خودتی تو جواب دادی فرشته پرواز کرد. لذا من هم از مجلسی که فرشته نبود از اون مجلس گریزارم، لذا من هم آمدم بیرون و توان و تحمل ندارم اون مجلس را من بالاخره دقت بکنم و نگاه بکنم. سروران عزیز، برادران عزیز، این اخلاق مسلمانان صدر اسلام بود و قطعا اخلاق واقعی اونها بود که توانست دنیا رو از این رو به این رو بکنه. و حرف اینهایی که میگن اسلام با تندخویی و خشونت رفته واقعا حرفی اشتباه و غلط، و اینها کسانی هستند که همیشه نسبت به اسلام غرض دارن و هدف دارن تا اینکه اسلام رو بالاخره مورد خدشه قرار بده. ما اگر تاریخ رو مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم، تاریخ با خطی اعجاب انگیز و افتخارآمیز نوشته که همزیستی مسالمت آمیز مسلمانان اسلام، همچنین تاجران اسلام عزیز را به جنوب هند، قلب آفریقا، جزایر لاکادیو و مالدیو، ساحل چین، فیلیپین، اندونزی، سنگال، نیجریه، سومالی، تانزانیا و ماداگاسکار، از این طرف قلب آفریقا، از این طرف در آسیا ایران، تاجیکستان، ترکمنستان، افغانستان، از طرف بخارا، سمرقند، از این طرف برو تا پاکستان، سوریه، عراق، در تمامی ممالک اسلامی 1,400,000,000 مسلمان. به خدا قسم غلط است کسانی که میگن شمشیر و عمر دنیا رو مسلمان کرد، غلط است کسانی که میگن موضع خصمانه رسول الله دنیا رو از این رو به اون رو کرد، بلکه حقا که اخلاق رسول الله و اخلاق خلفای راشد پیامبر خدا حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حضرت حسن و حسین توانستند در دنیا انقلاب و پدیده اسلام را در سرتاسر دنیا گسترش بدن. اما امروز شاگردان رسول الله، ای کسانی که پیامبر خدا برای ما این مسائل را خودش را در بدترین شرایط قرار داد، و اقبال لاهوری به همین نکته اشاره می‌فرماید که ای تو ما بیچارگان را ساز و برگ، وارها این قوم را از ترس مرگ، سوختی لات و منات کهنه را، تازه کردی کائنات کهنه را. این همه از لطف بی پایان توست. این اگر ما امروز اگر کوچکترین اخلاقی داریم، این همه از لطف بی پایان توست. فکر ما پرورده احسان توست. در عجم گردیدم و هم در عرب، مصطفی نایاب و ارزان بولهب. یعنی مصطفی نایاب شد، رفت اخلاق رسول الله، رفت وقت اخلاق ابولهب آزیاد شد. ای پناه من حریم کوی تو، من به امیدی رمیدم سوی تو. لذا امروز مسلمانان عصر ما که عصر
علم و صنعت و پیشرفت و تکنولوژی و سرعت و کامپیوتر هست، قطعا در این زمینه تا حد قابل توجهی پیشرفت کردن، اما از حیث روحی و معنوی هر روز آمار جرمها، دزدی، کلاهبرداری، راهزنی، قتل و غارت، جنگ و دعوا هر روز بر از آمار اینها افزودی می شود. متاسفانه مسلمانان درنده صفت شدن. یکی از اساتید کشور انگلیس میگه وقتی که من با یک فیلسوف هندی شروع کردم به صحبت کردن و عجایب تمدن اروپا را براش توضیح میدادم که در هر ساعت بالاخره ماشین‌هایی درست کردن که 300-400 کیلومتر رو میپیمایند، طی میکنند و در عرض یک ساعت میتونن توسط هواپیما هزارها کیلومتر را پشت سر بگذارانند. از این طرف از کشتی‌ها و قایق‌ها گفتم که در هر ساعت میتونن چند صد کیلومتر رو زیر پا بگذارن و عبور بکنن و طی بکنن. میگه با تبسم این فیلسوف بالاخره هندی خندید و جواب داد، گفت شما مسلمانان اروپا و یا کل کشور اروپا و جامعه اروپا که امروز جامعه آسیا هم در این نکته بالاخره از این نکته مستثنا نیستن، گفتن شما مانند پرنده ها روی هوا پرواز میکنید و مانند ماهی ها زیرابی میزنید و روی آب هم راه میرید، ولی هنوز طریق راه رفتن روی زمین را یاد نگرفتید و بلد نیستید. و واقعا همین است. امروز تا جوان مسلمان اینقدر نفسش پره، اگر کسی به طرفش چپ نگاه بکنه میگه با من داشت، فوراً برو دنبال قمه، عرض خدمت شما شمشیر اگر داخل خانه باشه و اگر نباشه کارد و چاقو، بزن به جان همدیگر. چه شده برادران؟ چه خبره امروز؟ آیا ما مسلمانان رنگوی اسلام فقط نماز خواندن و عبادت کردن نیست برادر؟ اسلام فقط این نیست که بیا در نماز و جمعه خلاصه بشه تمام. اسلام از شما اخلاق میخواد، بلکه بزرگترین بالاخره هدف بعثت پیامبر خدا من بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا اینکه مکارم و خوبی های اخلاق رو به بشریت تعلیم بدم. اگر تو اخلاق نداری بفهم که از سنت ها و روش های رسول معظم اسلام کاملا پرتی و تو هیچ گونه رنگ و بویی از رسول معظم اسلام نبردی. اخلاق جزء بزرگترین و اساسی ترین امور اسلام می باشد. چرا امروز جوان مسلمان نفس ما این نفس باید کنترل بشه. اقبال لاهوری به تو میگه که نفس تو مثل شتر خودپرور است، خودپرست و خودسوار و خودسر است. مرد شو آور زمام او به کف، اگر مردی زمام نفس رو بگیر، مرد شو آور زمام او به کف، تا شوی گوهر اگر هستی خزف. هر که بر خود نیست فرمانش روان، می شود فرمان پذیر از دیگران. تا عصای لا اله داری به دست، هر طلسم خوف را خواهی شکست. ولی کو عصای لا اله الا الله؟ عصای لا اله الا الله اخلاق میخواد، همزیستی مسالمت آمیز میخواد، رعفت میخواد، عطوفت میخواد، نه درنده خویی، نه خشونت، نه برخورده های بسیار خشن. آقا تا یک حرفی میزنه 1000 تا پشت سرش، 1000 تا دشنام. اگر آقا کوچکترین حرفی بزنه فوراً حرکت میکنه با شمشیر، به من توهین کرده، شخصیت من رو زیر سوال برده، پدر من رو دشنام ده. آقا خیلی من نکن، یک لحظه نیم منم بشو. مگر اون آقا نماد به پیامبر خدا اهانت نکرد؟ آیا شخصیت پیامبر خدا را به حساب من شما زیر سوال نبرد؟ پیامبر خدا شخصیتش کم شد؟ نه خیر، بلکه رسول معظم اسلام محمد عربی شد. محمد عربی که آبروی هر دو سراست، بعد از خدا بزرگ. توی قصه مختصر رسول معظم اسلام هر جا که از خودشون چراغ سبز نشون داد دنیا رو دگرگون کرد، ولی من شما با چراغ‌های قرمزمان و با شمشیر و قمه‌مون آبروی اسلام را بردیم. به خدا قسم بیایم تجدید ایمان بکنیم، تجدید نظر بکنیم در اخلاق اسلامی ایمان. و امروز این روزنه را و این بوق تبلیغاتی رو دست کفار و غربیان دادیم که هر جا نامی از خشونت، تندخویی و اعمال خشونت است و اعمال قوه قهری است مسلمانان است. نه، اسلام اینجوری نبوده، مسلمانان هم اینجوری نبوده، ولی متاسفانه مسلمانان با توجه به این که از مسائل اسلامی بسیار فاصله گرفتن، گرفتار این گونه مسائل شدن که دعا بفرمایید پروردگار عالم خودش به برکت این روز مقدس و این بالاخره مراسم بسیار مهم و اسلامی، اخلاق اسلامی را، اخلاق دینی را در جامعه و در خانواده های ما به وجود بیاورد که برادران عزیز باید از نقطه صفر شروع بکنن. در وهله اول اخلاق با خانواده، البته بحث اخلاق بسیار زیاد است که امروز بدترین شکایات از این ناحیه است که حتی دادگاه‌های خانواده تشکیل دادن، این دادگاه‌های عمومی جوابگوی مشکلات خانوادگی و اخلاق رذیل و پست مسلمانان جامعه نیستن. مجبورن بالاخره دادگاه‌های خانواده، هنوز میگن دادگاه‌های خانواده هم جوابگو نیستن. آخر چه بدبختی که این زنا رو خداوند متعال در اختیار شما قرار داده، شب و روز به جون و حبی افتاد، دعوا و جنگ و مرافع و به خاطر اینکه آقا از سر کار آمده 10 دقیقه چایی دیر میشه، قوره و کاسه و کوزه همه رو میشکنه به هم.
بابا کمی غیرت داشته باش. رسول معظم اسلام حضرت عایشه کان فی مهنت اهله، رسول معظم اسلام تا زمانی که داخل خانه بود در خدمت خانواده‌اش بود. حالا اسمش گذاشتن زنزلیلی، فلانی میگه زنزلیل هست. این چه واژه‌ای است؟ در داخل خانه فلانی زن سالاری است. اصلا این حرف‌ها چه معنی داره؟ آقا میخواد با تفاهم زندگی بکنه، این گونه برچسب‌ها رو میزنن. بسیاری از دوستان و خواهران آمدن میگه بله فلانی چون که با دیگری ارتباط داشته بهش گفته زنجلیل، از اون روز بعد اصلا حرفای منو توجه نمیکنن. میگه برو من هیچ کار نمیکنم، من اگه این کار رو بکنم زنجلیلم. ای بدبخت. چقدر ما آمدیم آیین اسلام رو تغییر دادیم با واژه‌های الکیمان. من وقتی فکر نکنی که به هر حال دارم کاملا از زنا دفاع میکنم، نه، چون که قوه قهریه دست مرداست. امروز مرد میگه چون که طلاق در دست منه و کمی قلدرم، چاقم، غیرت دارم، زنچی موجود ظریف رو خداوند در اختیار شما قرار داده. بعد اون گذشته از اون با همسایگان دعوا و جنگ و مرافعه و شمشیر و شمشیرکشی و چاقو و چاقوکشی به اوج خودش رسیده. کمتر روز مشاهده میشود روزنامه حوادث رو به نگاه بکنید، صفحاتش پر از این گونه قضایا. از همین جا شروع بکنیم، از خانواده شروع بکنیم، از همسایه شروع بکنیم، از محیط و روستا و شهر شروع بکنیم و ان شاء الله موفق میشیم و میتونیم به حول و قوه الهی اخلاق اسلامی را، رأفت رسول معظم اسلام را، عطوفت پیامبرگونه را در تمامی دنیا ان شاء الله خلق آدم من سلالة